سلام علیکم دوستان عزیز. این حال ما یک لب آب با همراه دوستا اومده میگن همه کسایی برادرها مقصد که مایده و چایده را گرفتیم و لب آب اومده استیم. اینه ما شما دکه نشان بدم که با این خیلی جوام پدر این خیلی اینا بچه ها برده استن مایده چایده را اینا به نهایت خیلی جای ساز مثلا لب آب ایسا این از ما شما دا نشان میتم. دوستان عزیز اینا خیلی میگذاری میری خدای داد رفتیم بوارک اینترست نی اینجا جای گودک بردی کنه کبده ایسا اصلا جای خوب جای بهترین اما شما دا نشان میتونم زمین پولیم دا این برادران عزیز باغ خشرو جنگل خشرو این همه اومده ششتگن ارسو مقصد همه کسانی اینجا میان شاشی پزه گم خویدوی اینا سمینی میان میشینن اویلوی اینجا در مردکو ششلی کریستین اینا با درجه اولیش میبینیم اینجا در میشینی استراحت میکنیم اون طرف بینه همه ششتگه اینا اینا برادرای عزیز خطان دیدن اینا اینا سیوا بینیم بچه اکد پروز که یابلکه دا یابلکه اینا یابلکه وات اینا دیدیم بچه یابلکه عزیز اینجا مقصد این خیلی کشتی هم در سوار میسیگن میگشتن ایسوسا خیلی جای بهتری این جای کشتی این طرف این کشتی کلام داشته سنه خیلی خوب زور جان مقصد خیلی بهتری اگه دوستان عزیز اینه سفرمراد اینه ما در خدمت کردسته اینه شاشلی کردسته انا کی برادر 95% ما میشناسیم با تخلص گوشا اینه پهلوان گوشتنگیر ورزشگری توجیگینه با تخلص گوشا زنده باشی دوستان سلام باشی ان شاء الله با وقت پختن میون بنوار میگیم که خیلی پخت هستی اینا مارینواد میگن چی میگن هم خیلی کردی دوستی عزیز شاشلیکی گاف نیست خیلی نیست خیلی برادر اینجا هم اومده گه استراحت ما هم اومدیم کم طرف استراحت کنیم تو چی گفتی راست اینجا اومدن اینجا نکم آبوزی کردن ممکنه بده اینا ما مونگو غرق شد خیلی دوست عزیزی ما گوشه خدمت کردن این مودا ان شاء الله که سرجم همجا میشینیم حلاوت میبریم محترم نه گردن کو شاشکا رو پخته استی ها کو بریم کو دوست عزیزم اسپارتمن چه خیر اسپارتمن خیلی من برادرام اینجا میشینم استراحت میکنم ایره بیم ما اونیه هم جو زنید اینه خانه ورزشگر دوستم چه خیر اینه ایره نگاه خوشبالتان گرم نیست برادرو گرم نیست این هم اینجا دست پخته سمینی پیمینی اومده که هم زنده باشه خیلی بیارین میخریم یا جوه سپارتمن نگاه این کفتر رو بی خطی آدم ها چه خیلی مختن این سفید چه بی نایم جانی سعدل بیادم خیلی زوق دورا نایم جان این کفترهایی که در خونه داریم همینجا ده هست اینا حاجی جان شامدی آباد باشی برادر اینا یه بار دیگه برادرای عزیز اینا بینین که بچه ها در کجا میان استراحت میکنن در روزهای بازار مثلا روز یکشنبه ده اینا اومدیم با همراه دوستان خدای دادم دیگه برادر پهلوان همه کسا اومدیم اینا شاشلیک زنده باشه سربلند باشه خیلی هم خیلی جواب بده کم کم بیاین در گفتنیمو یا غریب بچه‌ها رو دو توجیه خداوند بزرگ هممون کشایش کارمون دولت دنیا رو در طول سرمون برزونه و
همه وقت در حرمت همدیگر باشیم، قدر همدیگر را بدانیم. ما مردم خیراتمند تاجیک، مردم تاجدار تاجیک همه وقت در حرمت همدیگر باشیم و قدر همدیگر را بدانیم. پاک و پروردگار در بزرگی جانم همین ما رو به در قبول بگردان و پاک و پروردگار رو از نعمت‌های دنیا به نصیب ما نگردان. الله اکبر. آباد باشید. آباد باشید. دوستان عزیز، من چی گفتنیم؟ به هر جای دلفرا، جای خوشرو، جایی که مقصد دمی تماشا میکنی حلاوت میبری، من شما در نشان میتونم موزیک تماشا کنین، مدام معقول شید. نگاه رستوران روس نامش، رستوران روس، بهترین مقصد به درجه عالیش نگه میگه اون طرفش کار میگه، این طرفش دیکی بتایده. مقصد که دیکی یعنی مقصد که وای نمیکنن، توزش نمیکنن و نگاهش نمیکنن. عجیب ده اکی رستیلش هم تری آدم ها میان میشینن میخیزن میرون. شما رو نشون میتون بین خیلی خلاصه گپ اینم خیلی جو به هر جای دلفراغ، جای خوشرو مقصد بیاین تماشا کنید میشه. سلام دوستان عزیز، کسانی که میخواهند که از شهر مسکو به گرانیتسا روند، البته شرکت محیدین به شما خدمت میکند. در این رقم زنگ زنید. البته شرکت محیدین آماده است که هر روزه شما را به گرانیتسا برده بیارند و از نام محیدین زیاد بر زیاد محیدین ها شدند. البته مترو بود استادیوم در این رقم زنگ زنید، با آفیس بیایید و من با دل پر میگم که به شما خدمت میکنم. مرحمت کسانی که گذشتن گرانیتسا میخواهند به این شرکت مراجعت کنند. این شرکت محیدین در خدمت شما.